سلام، من متیو هستم، میزبان شما توی یه قسمت دیگه از برنامه‌های ماتریکس شو. مهمون امروز ما نسل جدید صلوات شمارهای مادر بزرگاست. کی پول میشی پس؟ هیچی مشخص نیست، ولی خب شاید همین روزا. میدونی معانی زیادی رو عوض کردیم. مثلا از پول بهتر یا ثروت رسیدیم به سکه مهمتر یا پدوفیل. پروفیت احمق. همون. همیشه که گفتیم پروفیت مهمتره. الان که 100 میلیون سکه جمع کردم اینو میگی؟ اونو که خودمون روزی 5 میلیون میدیم. وزنان بگو پول نمیخوای بدی دیگه. حقیقتا میخوایم بدیم، ولی یه سری مشکلات هست. چی؟ ما فکر نمی‌کردیم اینقدر یوزرها زیاد بشن. یه جورایی الان زیر بار هزینه‌ها ریدیم. خوب شد اشاره کردی، تقریبا همه رو رد کردی تلگرام، حتی بابا بزرگی هم که 2 سال پیش مرحوم شده بود، اونم پیروز جوین شد تلگرام. احتمالاً کسی دیگه‌ای با شماره‌اش اومده اکانت درست کرد. شخصا وایسا گفت یا با لینک من بیا همستر یا شب میام تو خوابت. این مورد عجیب بود. برعکس بقیه کار میکنی. معمولا ملت با انگشت شدن پولدار میشن، تو با انگشت کردنت پولدار میکنی. دروغه بابا، اگه کسی با انگشت کردن پولدار میشد الان قزوینی‌ها میلیاردر بودن. میدونی از همه مردم دنیا یه پدروس فداکار ساختی تقریبا. انگشت هممون داره برای نجات زندگیمون تلاش میکنه. مخلصم. یکم هم داری شورشو در میاری. پیدا کردن فرند برای رد کردن و گرفتن کارت دیگه داره از پیدا کردن ضامن برای گرفتن وام سخت‌تر میشه. بالاخره پول بی زحمت به دست نمیاد. لایسنس بیشتر کشورها رو گذاشتی به جز لایسنس عراق و کرج. نجات پرستی تا کی؟ نجات پرستی چیه؟ اونا اصلا مگه کشورن؟ چیکار می‌کنی؟ میخوام پول در بیارم. برگرد. احمق، برگردم که من پول در میارم. میدونی حقیقتا یه قسمتیش برای پوله، یه قسمتی هم خودم عادت کردم به تپ تپ انگشت کردن. برو یه جا دیگه تپ تپ انگشت بزن. عرفان اون دوربینو خاموش کن. اوی نه یامته کودک.